امروز اومدیم با یک ولاگ دیگه طبق معمول ولی فرقش با ولاگای دیگه اینه که دقیقاً میدونم میخوام من کجا. ولی مشکلی که هست اینه که من خیلی تشنمه و دوباره هم دارم داد میزنم و موقعی که داد نزنم صدام نمیرسه و موقعی که داد میزنم صدام مزخرف میرسه و اینم خیلی مزخرف. Why? داستان از چه قراره؟ ما داریم میریم به محله‌ای که من توش به دنیا اومدم و تا 8 سالگی اونجا بودم. خیلی برام خاطر انگیزه، میخوام برم ببینم آیا اونجا کسی منو میشناسه یا نه. و یه مشکل خیلی بدی که داریم اینه که من وحشتناک تشنمه و باید تا آخر مسیر پیاده برم، هرچند زیاد نمونده ولی خوشگله دهنم. جایی که الان کنار منه اداره کل زندان‌های استان خوزستانه و بسیار هم زیباست. خب آقا این اولین ورود من به این محله زیباست و حالا جلوتر میگم اسمش چیه، ولی خیلی اصلا سبک نوستالژی هم داره برای من، ولی به جز این که برای من داره کلا محله قدیمیه، خیلی آپدیت نیستم. برام نمیشه هیچی از این پارکه نمونده و واقعا دلم میخواد گریه کنم. کلا خیابوناشم از فروردین تا اسفند 12 تا خیابونه و ما خیابون تیر بودیم. حالا میرم نشون میدم که کجا زندگی میکرد، ولی خیلی دارکه که اینجا هیچی نیست. بریم یه ذره اینا رو بخونیم ببینیم چی نوشتن. سلامتی کسی که ای بابا ما که کسی رو نداریم، معتادا نمیگیرن، محمد طاها، موز وای پسره رفت بابا، پسره پیرن باشگاهمونو پوشیده بود، دقیقا هم تو خیابون تیر دنبالش بودم. وای رفت آخه. خواستم ازش بپرسم منو میشناسی، یه کسی میشناسی که منو بشناسه، اسم چند تا از دوستان بگم، ولی رفت آخه. رفت آخه این خونه.